سلام، امیدوارم خوب و صحت و سلامت هستید. امروز درباره قیمت آرد، نان، روغن و شکر و دیگر مواد غذایی صحبت میکنیم که پیوسته به سمت بالا حرکت دارند و بسیاری ها را عصبانی کردند. قیمت ها و گزارش های رادیو آزادی در همین باره در 2 هفته گذشته یکی از موضوع های داغ بود که کاربران دایر به آن در وبسایت رادیو آزادی و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی بحث زیاد کردند. در حقیقت سبب هم دارند. макарон 13 сомон шуда, биринҷ 20 сомон шуда. ин қимати шуда. Кама ай боло нигоҳ кунанд, гӯшт бинанд, мо гӯшт намехарем. کاربری که خود را در وبسایت رادیو آزادی شکرانه کنید معرفی کرده است میگوید حالا حکومت تاجیکستان حیران میشود چرا مردم این گونه عصبانی هستند. دوام شرحش چنین است. دوستان، مگر همین زندگی است؟ روز خلق به عذاب میگذرد. زندگی را همان حکومتداران دارند. همین هم حال و زندگی شد. معاشم را از این ماه به آن ماه میکشم که فرزندانم از گرسنگی نمیرند. توف بر روی این گونه زندگی. ای خدایا، آه و ناله های ما را شنو. آخر سیل شدیم، سیل. یکی دیگر از کاربران با نام شیرین شاه طالبوف در صفحه ما در فیسبوک هم عین شرح را گذاشته است و گفته است که از بالاروی قیمت ها به تنگ آمده است. شرحش را همراه میخوانیم. ما مردمان بیخانه به داد اومدیم. خانه و در نداریم، اجاره می نشینیم. 1500 سامانی در یک ماه. 3-4 فرزند داریم. جای کار نداریم. به یک عذاب روزمون رو سپری میکنیم. فرزندانمون رو فریب میکنیم. به چه روزهای زندگی رو پیش میبریم؟ در صفحه ما در فیسبوک زیر گزارش درباره قیمت‌ها صدها شرح می‌بینید که اکثریتش به قول آه و ناله هستند. با این همه در میان آنها یکی از کاربران با نام فیروزه خاله و شوخی کرده است که گرانی مواد غذایی در تاجیکستان برای صحت آدمان خوب است. شوخیش چنین است. نفقه 125 سومونی. 4 ماه نان نمیخوریم. بعد یک لینچه آرد میخریم. 2 ماه روغن نمیخوریم. خلاصی کلام در 6 ماه یک لینچه آرد و اندکی روغن میخریم. تو این وقت آب جوش میخوریم، زیرا فایده دارد. روغن بدنمان در 6 ماه آب میشود. بسیاری از کاربران، منصبداران و حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که نمیتوانند دست مردم را بگیرند و اندکی هم باشد به آنها کمک کنند. شرح یک از کاربران فیسبوک زرینه رحیمه و از همین قبیل است. سرها و اشکمکلونها فقط سلفی گرفته در اینترنت میگذارند. هر کدام کرسی بلند خریدنی شستند. نرخ بازار به چشمشان نمی نماید. پیرزنی 93 ساله گدایی میکند. اینش را به کی میگوید؟ تامینه فیضی و کاربر دیگری صفحه ما در فیسبوک هم عین شکایت را دارد که منصبداران غم مردم را به قول او نمیخورند و نمیپرسند که مردم چه حال دارد. او گفته است به خدا همه کرسی نشینان تاجیکستان نرخ و نوا حال مردم محتاج بیچاره و ماجر را نمیپرسند. در این میان بعضی از کاربران راه‌های حل مشکلی و یا به قدر آسان کردن زندگی مردم را پیشنهاد کردند و گفتند که یگانه راه رشد اقتصادیات است که در تاجیکستان به کندی پیش می رود. پیشنهاد یکی از کاربران با نام کریم را از وبسایت رادیو آزادی می‌خوانیم. پیشرفت تاجیکستان از رشد اقتصادیاتش وابسته است. پیشرفت به استحصالات علاقه‌مند میباشد. صاحبکاران به پیشرفت استحصال منفعت‌دار نیستند، چون که فشار کادکس انداز و خراجات برق و آب میان شکن است. یگانه راه آسان و کم خطر خرید و فروش محصولات خارجی می شود. سرگه این معما حکومت است که سطح دانش اقتصادیش پست می باشد. یکی از پیشنهاد دیگر هم در صفحه رادیو آزادی از نام کاربر با نام شهرام آمده است که به زبان انگلیسی گذاشته است و ترجمهش چنین می شود. متاسفانه این بسیار غم انگیز است. دقیقاً به همین دلیل ها ما به وطن خود بر نمیگردیم. مزد ماهانه برای سیر کردن یک خانواده کافی نیست. اگر کشور اقتصاد را اصلاح نکند نابود می شود. ما تمامی ثروت‌های طبیعی لازم را برای استحصال مال صادراتی داریم. یگانه راه ثروتمند شدن کشور سرعت بخشیدن به صنعتی سازی است. تاجیکستان با حقوق شناسان به حساب ثروتمند نمی شود، بلکه در آینده بیشتر عذاب می کشد. شهرام راست میگوید یا نه؟ خوب می شود اگر شما هم بنویسید در وبسایت ما که نشانش را اینجا میبینید. اگر در ویدیو ثبت کنید و از طریق تلگرام و یا واتساپ و وایبر به رادیو آزادی بفرستید باز هم بهتر. آزادی آنلاین به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.